در سرحد تاجیکستان با افغانستان میان سربازان امنیتی و کارمندان پلیس تیرپرانی شده است. شب 6 اپریل در نزدیکی سرحد ناحیه شمس‌الدین شاهین با ناحیه درواز تاجیکستان میان سربازان کمیته دولتی امنیت ملی و کارمندان وزارت کارهای داخلی زد و خورد مسلحانه رخ داده است. در نتیجه یک کارمند پلیس مجروح شده است و 2 نفر دیگر را دستگیر کردند. به گفته بعضی از شبکه‌های اجتماعی، 3 کارمند پلیس که با قاچاق مواد مخدر مبارزه می‌برند برای اجرای عملیات به سرحد رفته بودند، ولی سربازان کمیته دولتی امنیت ملی آنها را قاچاقبر گمان کرده و طرف آنها تیر کشیدند. در نتیجه یک معیار وزارت کارهای داخلی از پای شکمش زخمی شده در بیمارستان ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان خوابیده است و باز 2 نفر دیگر، یک پولکونیک و یک پادپولکونیک بازداشت شده و دوشنبه برده شدند. کارمندان پلیس گفتند که آنها خبر یافته بودند که در آنجا یک مخفیگاه مواد مخدر هست و رفته بودند که آن را پیدا کنند، اما سرحدبانان نیز خبر داشتند که شاید قاچاقبران در آنجا داد و گریفت کنند و از این سبب به طرف ماشین آنها که یک مرسدس بنز بیگانه بود تیر کشیدند. مرزبانان به مقامات تفتیشاتی گفتند که ماشین نمی ایستاد و فرمان را اجرا نمی کرد، برای همین آنها آن را گمانبر دانستند. سربازان کمیته دولتی امنیت ملی گفتند که در جایهای نزدیک به سرحد یگان نهاد به اجازت آنها حق عملیات بردن را ندارد و آنها کار را طبق قانون انجام دادند. حالا این قضیه را دادستان حربی تفتیش میکند و 2 کارمند بازداشت شده پلیس هنوز در بازداشت هستند. بیشتر هم در مرز ناحیه شمس‌الدین شاهین با افغانستان زد و خوردها شده بودند، ولی این گونه رویداد که سربازان با کارمندان پلیس درگیر شوند تا حال نبود.